جنگ پروانه خانم است که با دست بیرحم این قاتل خونخوار به شهادت می رسد و آشیان سعادتشان فقط در چند لحظه از هم می باشد. بیایید بشنویم از زبان خود احمد شاه که از قلب غم دیده اش چه قصه هایی دارد. احمد شاه یوسفزی هستم. سلام به همه شما کسایی که صدای من میشنوند، سلام برشان. من خواستم زندگی نامه خود به طور خلاصه، طور عامیانه به خدمت همه مردم به عرض برسانم تا بتونه همه مردم این زندگی غمناکه که ما گذشتاندیم بفهمند که چی است. عملات امریکا از طریق هوا در قلمرو کابل و افغانستان شروع شد، وضع متشنج شد، وضع خراب شد. ما خواستیم که باز هم زنده بانیم. رفتم به پاکستان تا یک خانه را به کرایه بگیرم و فامیل انتقال کنم. همین شو جمعه بود که من در پاکستان استراحت بودم. خو دیدم که خانم یک کلکین واز میشه، خانم مرا میگه که احمد شاه زود بیا و امی طفلک 5 ساله مرا که بعدا قصهش میکنم که به چه قسم به شهادت رسید، او از بغل کلکین کلی خود کشید، گفت پدر به من که یک سالگیره بیاری که سالگیره ما است. من صبح امو روز که یک سالگیره را گرفتم و از پاکستان حرکت کردم در سروبی 2 سر انار و به بسیار امیدها به طرف خانه خود آمدم. 3 بجه روز بود که در مکریان خانه خود رسیدم. بالا شدم در منزل 3 که من خانه خود برم. دروازه ما از طرف دولت مور لاک شده بود. ورخطا شدم که تلویزیون یا ویدیوی ما البته گیر شده، طالبا گرفته خانه مرا مور لاک کرده. من به فکر دیگه چیز نبودم. خانه روبرو محسن جان میگفت، تک تک کردم، گفتم محسن جان فامیلم کجاست؟ محسن گفت که بسیار ورخطا بود. گفت برو احمد شاه جان خانه پدرت از همه گپ خبر میشی. ما گفتم که نه خیلی چرا مورولاک هستی؟ دلیل مورولاک خب به ما بگو. دیدم اولادایش پشت سرش گریان میکرد. ما که گریان اولادای زیارت دیدم بسیار ورخطا شدم. محسن جان تو به سر اولادت فامیل ما کجاست؟ گفت از اینکه قسم دادی برو. من میگم که البته رضای خداوند بود، خانمت شهید شد. من بیک از شانی مفتید. محسن جان ده چی؟ گفت بس دیگه مقدر تو قسم دادی به من، بیا در موتر مرشان. وقتی که در دان دروازه خانه پدر خود در قلعه موسی رسیدم که 2 بچه‌ام به نام احمد شاکر و احمد زاکر پیشرون دویدن گریان کردن. گفت پدر مادر ما کشتن. گفتم بچه‌ام شبانه کجاست؟ گفت پدر او را کشتن. من افتیدم پیشانی میده شد دستمت. مادرم آمد او در رویم زد. بچه‌ام بخی بچه بدبختم بخی مجید برو که فاتحه است. اما ایده فاتحه ششتن. من نفهمیدم که چه قسم مجید میرم. صدا کردم که رخسار طفلش 6 ماهیم کجاست؟ او رو در غنداق برم آوردن. گفت اینه زنده است. بچه مغم نخواهی زنده است. خیستم مجید رفتم و در مجید مردم در فاتحه ششته بود. فاتحه خلا شد. چه قسم قضیه بود؟ با ما قصه کنین، با ما بگوین، ما خود دیوانه شدم. گفت که بچه ساعت 11 بجه خانمت کشتن. 1 بجه بچه‌هایت که از شاگرد خیاط بودن برای نان خوردن خانه آمدن. این قضیه روشن شد به کلی و خانمت طفلت ما دفن کردیم. ما روی جنازه را ندیدم. نام من شاکرم. من امو روز که می واقع شد روز ساعت 1 بجه شاگرد خیاط بودیم. ساعت 1 بجه به خانه آمدیم. به خانه آمدیم دروازه قایم بود. صدای می آمد.
زاکر گفتم برو تو از راه اوسی بالا شد. چی گپ است باز نمیکنه. او بالا شد گفت مادرم خون پر است. گفتم تو برو واز که تو دروازه را هرچی میگمش نرفت. آخر خودم پایین شدم رفتم مادر ما گفتم مادر چرا یه دفعه هم دست خود دمی روی من تو کش کرد دیگه من پایش دراز میشد پس جمع میشد. رفتم در دیگه اتاق که خوار 5 سالیم درش هم تو کشال بود. اونجا دروازه را کشیدیم چقدر کردیم و همسایه آمد اما خوار ما گرفت امیلش میشه قیچی کرد در سر توشک انداختش. زاکر یوسفزای هستم. ما شاگرد خیاط بودیم. ساعتای 1 بجه ما از خیاطی رخصت می شدیم. آمدیم خانه یعنی دروازه را هرچی تک تک میکردیم کس باز نمیکرد. ما شاکر را گفتم چرا کس باز نمیکنه؟ صدای گریان بوده و یعنی مادرم میکرد. ما بالا شدم یعنی مادرمشان دیدم بخی ترسیدم. ما وقتی که ترسیدم هرچی که بیادرم مرا گفت یعنی برو ما گفتم نه تو بیاد. او که آمد دیدک رفت پیش مادرم گفت چرا؟ او یک همه تانست گپ زدن نمیتونست پای خود جمع میکرد و آور میکرد. گرفت که دست خود در روی بیادرم کش کرد. چاپای کلک و یاش در رویش مانده بودک. ما در او خانه رفتم دیدم که خوارکم کشال است در مسکرگرمی یعنی کترشمه. ما بیادرم صدا کردم گفتم بیا ای رسه که ما بیادرم چقدر کردیم گفتم. امو روز که واقع می شد من نبودم به خانه. خب من همراه کاکایم رفتم خانه شان. وقتی که صبح شد کاکایم گفتم بیا که بریم. گفت خیرت بشی چاش نان بخوریم باز از ما میریم چرا قبر خطایی داری. دیگه شیشتم نانم خوردیم. بعد از نان بود که دروازه کاکایمشان تک تک شد. ما که دختر کاکای خوردم رفت دروازه را واز کرد. یک نفر برش گفته که خانه پدر احمدشاست. گفته که احمدشاه را خانه میشه همراه طفلش کشتن در مکریان. ما سر صفحه صدا کردم دختر کاکای ما گفتم کی است؟ گفت که این تو یک نفر است این رقم گپ میزنه. ما خودم پایین شدم رفتم گفتم شناختم که همسایه ما بود. گفتم خیرت است؟ خیرت باشه. گفت که اینو تو مادرت همراه همشیریت کشته. ما گفتم چه رقم کشته؟ گفت که هوش ما نمیفهمم. گفتم نه شما باور نمیکنم. شما چی میگین؟ گفت نه باور نمیکنید تا که برادر چانده موتر. ما پیش کردم که ما دیدم که برادرم شانده موتر شده بود گریان داشتن. دیگه خودم یک دفعه با گریان شروع کردم که چه رقم شد. دیدم که شام آزان داد. مادرم در امبولانس شفاخانه آورده که گفتن یا مرده. ما بغل صفحه افتیدم گفتم این چه رقم. دیگه من نفهمیدم چه رقم در خانه بردن. مردهش هم تو هیچ شناخته نمیشد. من گفتم این مادر من نیست. خدا مرده کی را آورده شما؟ گفتم این مادر من نیست که هیچ شناخته نمیشد. روش یک تو قاش بود که کارت. مانند گل نگاه من پرپر شاد. مانند گل نگاه من پرپر شاد. گم گشتم بی تو راه من پرپر شاد. یا فصل سفید دست تو پایان یافت یا شاخه سبز آه من پرپر شد. برای احمدشاه تنها غم همسر عزیزش نبود. کودک معصوم و به دار آویخته وی نیز درد بزرگ است. غمی است که مانند خون در رگ‌هایش دوران دارد. حقاق گریه به گوشم تنین انداز بود. گوش دادن صدای او بود. لرزش بر اندامم افتاد. من چی میشنوم؟ بدر بیا.
پدر بیا دستم را بگیر، مرا در آغوشت بکش. من منتظر آمدن تو هستم که برام گودیگک و پیران گلدار بیاری و جشن سالگره‌ام را بگیری و من برای دوستان خود قصه کنم. اما تو نیامدی، کسی دیگری آمد و گردنم تا را ویخت و مرا به خاک غلطان. پدر بیا، پدر بیا تا سالگره‌ام را باز با بوسه هایت شیرین سازی. پدر جان بیا، پدر بیا. ای جان پدر کشته افلاک شدی، ای جان پدر کشته افلاک شدی، مهمان عزیز خالق پاک شدی. گلها همه از خاک بیرون می آیند، گلها همه از خاک بیرون می آیند. آیا چه گلی بودی که زیر خاک شدی؟ آیا چه گلی بودی که زیر خاک شدی؟ به منزل احمد شاه رفتم. مادرم مصروف صرف چای بود. از من خواست تا از پایین بلاک برایش آب بیاورم و نیز مرا دعوت به صرف چای نمود. من چای نخوردم و از من خواست تا دو پسرش را که شاگردان خیاط بود برسانم و من اولادهایش را بردم. ساعت 11 ظهر به خانه برگشتم. مادرم مصروف شستن ظروف در آشپزخانه بود. دو دانه کلچه شور را با گیلاس چای نزدم گذاشت و خودش دوباره به آشپزخانه رفت و من از عقبش رفتم. دسته هامن را برداشتم، به سرش زدم و بعد با خشت پخته به او ضربات وارد کردم و سپس با کارد آشپزخانه به او حمله کردم. می شماریدم، درست 26 کارد. او را از پا درآورد. شک نمی که مردم دمی بلاک طفلایی که دیده بود گفتن دست خونپر قاتل تا شد از نوک چیزش خون می چکید. او خونی که از دست خودش بوده بود که کاردی که خانم زده بود قاط شده بود. او کارد از اینکه که زیاد زده بود 26 کارد او قاط شده بود، کلک خودش بریده بود. اینمی کلک اینمی برای ما به ثبوت میرسانه که بله قاتل همیست. ما به گفتار امی طفلا امیر دستگیر کردیم، 3 روز اقرار نکرد. ماموریت گفت که ما این نگاه نمیتونیم، شو بمبارد است و ما در ماموریت نمی باشیم و این اگه میکرد حال اقرار میکرد. ما چون دیگر راهی نداشتم رفتم سر ادیره. شام بود سر ادیره امی طفل 5 ساله مفتیدم که شبانه اگر واقعا شهید هستی با ما بگو که آیا می بچه قاتل است یا نه که بیگناهی را 6 ساله و نمک دادیم حال بیگناه نگیرمش. واقعا صبحی رفتم چون ما قبلا سایمانسب پلیس بودم، تایپ مخصوص گرفتم در جیبم کردم به اجازه ماموریت. گفتم مرا 5 دقیقه بانین ما قاتل خودم اقرار میکنم. ما 6 ساله و نمک دادیم، ما از پوست از این میفهمم، مثل اولاد ما را کته ساختیم. من نمیتونم که ما اقرار کنم. شو خوام دیده بودم، اطمینان حاصل شده بود از طرف شهیدا برای ما که قاتل همیست. ما شک ما به کلی یعنی امی بود. وقتی که من امروز شروع کردم قصه را که خیر از هر کاری کردی، این امو لحظه دستش دیدم که کش کردم که دستش بریدگی است، امو خون چکیدن یادم آمد. گفتم این دستم کارد بریده. گفتم خانم ما اقرار کرده چون او 4 کارد دانش زده بود از اقرار مانده بود. ایشه برازی دروغ گفتم که در وقت امرای ملاینوس قماندان امنی طالبا که مرا از زندان امرای خود برد در مخفیگاه ملاینوس، چون جای برازیا محیط زیق شد که باید از اون منطقه خود بکشن، مرا جواب دادن. باز ما 1 ماه که آمدیم در طلای جاده میوند اتاق گرفتیم، آمدیم که احمد شاه را بکشم که بیغم به زندگی خود ادامه بتم و به جنایات خود ادامه بتم. فعلا قاتل در پل شرقی بندی است، اما جای افسوس است که
چرا حق نمیچله؟ چرا حق پرسان نمیشه؟ این رخسار کوچک است که هنگامی که مادرش به شهادت می رسد گریه کنان به آغوش مادر خود را رسانیده به جای شیر خون را می مکد و به جای خون شیر را. نه رخسار مادر یک سوک پیدا شده، مادر پس مادر من خواه شده در بغل خونه خورده. مادرم سام آمده میگه چرا خونه میخوری؟ او گفته من میمرم خیلی بمرم. من گفته من آمده. طفل 6 ماه به من مانده بود. من 85 قطعه شیر کلیم از دکاندار قرضدار شدم. شوا تا صبح یخن من میچشید، خیال مادر میکرد. تا صبح همراه ازیم من مادر بودم. بعد از این واقعه دلخراش خانواده احمد شاه که 2 دختر و 2 پسر دارد زندگی برایشان اهمیت ندارد. باور را از دست داده‌اند. باور به انسانیت، باور به راستی، باور به صداقت. با گفته خودشان فقط یک چیز زندگی غمینشان را که خاتمه می دهند، آن هم مرگ قاتل که این خانواده را به چنین تباهی آورده بود. احمد شاه که در کشتی غم روزگار سوار بود، هر بار این موجهای سنگین دریای غم او را به هر طرف میزد. نمیدانست چه کند و چه خواهد شد. اما دست خانم مهربان کشتی سرگردان او را به ساحل آرامش آورد تا مبادا در این بحر بیکران پر از درد غرق شود. نامم ایناست. در شبخانه زایشگاه به صفت قابله کار میکردم. وقتی که از این حادثه احمد شاه خبر شدم، این حادثه سر شده، همراهش ازدواج کردم چون طفل خرد داشت و ما پرسونل طب همیشه یک احساس در رحم می داشته باشه، چون که من از این حادثه خبر شدم بسیار جگرخون شدم و خواستم که برای از این طفلا یک مادر شم. و این طفل بسیار خرد بود و اساس خوردن خون مادرش به تکلیف مریضی جلدی گرفتار بود و بسیار وضعش خراب بود. بعد از عروسی به حساب تداوی های زیاد یک کم خوب شد که تا فعلا نامی درست خوب نیست. چندیست مرغ دل پی رفتن زلانه نیست. چندیست مرغ دل پی رفتن زلانه نیست. او را به سر هوای بهار و ترانه نیست. چون بلبل جدا شده از باغم و مرا، میلی برای پر زدن از آشیانه نیست. باور کنید دیر زمانی است در دلم. باور کنید دیر زمانی است در دلم. شوق سرودن غزل عاشقانه نیست. اینجا شکوفه سر زدم اما به خاک ما، عمری است از حضور بهاران نشانه نیست. آنجا به ذهن باغ ز هنگامه بهار، جز خاطرات تلخ هزاران جوانه نیست. آنجا حنیس و همدم دلهای داغدار، آنجا حنیس و همدم دلهای داغدار، جز ساز غمانگانه و سوز شبانه نیست. اما رسد دمی که به ساحل نهیم گام، اما رسد دمی که به ساحل نهیم گام. دریای رنج و غربت ما بیکرانه نیست. الهی این سرزمین خسته را که پر از درد است دردش التیام ده. الهی این سرزمین خسته را که پر از درد است دردش التیام ده. الهی دست نامهربانی را کوتاه ساز تا دیگر آشیانه ها برباد نشود و دیگر کسی در سوی عزیزانشان سوگوار نباشد.